جسارت نکن. اگه تو هم میخوای تو سندرس یه موتور خوب داشته باشی. خب آقا حالا که رفتی تو نقشه اینجا رو الان میذارید جلوی خونه بی وی اسموک، همونی که تو همه مرحله دهنمون سرویس کرد. آقا میاید همینطوری که من دارم اینجا مثلا یه دونه تونل هست، میرید داخلش، اینجا خودتون رو ول میکنید میرید داخل، میرید اینجا یه دونه پارکینگ ازش میرید بالا. واو تا چی رو ما رفتیم تو گل کباب. خب آقا وقتی به طبقه بالا اینجا یه چیز خیلی خفنه، یه موتور خیلی خفن. سابسکرایب کن اگه سیجی دوست داری وگرنه میام تو خوابت.